صرف نظر از ادعای گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی، کمیته تفتیشاتی روسیه تاکید میکند که فرضیه اساسی فروریزی بنای استقامتی بلندوشانه در شهر ماگنیتوگورسک در کش گاز طبیعی به شمار می‌رود. 31 دکبر بر اثر فروریزی بنای مذکور 39 نفر به هلاکت رسیدند. در این فاجعه 4 عضو یک عائله توجیک به هلاکت رسیده، سرور این عائله با جراحت‌ها به شفاخانه انتقال یافت. سویتلانا پترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه میگوید مفتشان یگان شهادت موجودیت مواد ترکنده را در این بنا تشخیص نکردند. اظهارات پترینکا را خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز 18 ینور انتشار کرد. یک روز پیش از آن گروه‌های ناظر سامانه‌های اینترنتی اکستریمیستی ابراز داشتند که داعش مسئولیت به قولش بمبگذاری بنای استقامتی را بر دوش میگیرد. به قول ناظران در سامانه‌های مربوط با داعش خبری نشر شده است که بر پایه آن این گروه دهشت‌افکن مسئولیت بمبگذاری بنای استقامتی ماگنیتوگورسک و ترکیش اتوبوس در شهر جنوبی اورالسک را بر عهده گرفته است. این ترکیش یک هفته پیش از فوجیه ماگنیتوگورسک به وقوع پیوسته بود و همچنین 1 ینور در مرکز شهر یک مشروطه ترکید.